اجزای مختلف یک موتور AC. خود استاتور هست که سیم پیچ اصلی داخلش قرار گرفته، روتورمون هستش، قالپاق جلو، قالپاق عقب. با توجه به اینکه موتور پایه‌دار هست یا نه، نیم فلنج یا تمام فلنج باشه، این نوع فلنج ها هست. اگه پایه‌دار باشه این قسمت پایه ها هستن. تمام این اطلاعاتی دارم به شما میدم روی پلاکش هست که تو مبحث آموزش پلاک خوانی براتون توضیح میدم. تخت کلم موتور هست، باکس تخت کلم و بولبرینگ عقب و جلو و خارهایی که نگه دارندشون هست و فنه که برای خنک کنه توی موتورهای هوا خنک هست. تو اسلاید بعدی این بخشای دیگر هم میخوام با جزئیات توضیح بدم. این یه روتور قفس سنجابی. ما انواع روتورها داریم. این روتور قفس سنجابی هستش. تو روتور قفس سنجابی همونطوری که می‌بینید هپری از سیم پیچی نیست. خود پلیت و یا صفحه‌ای که توی بحث استاتور و خود روتور استفاده شدن که در نهایت اینا به صورت کنار هم قرار میکنن و طول روتور استاتورمون رو مشخص میکنن. شیارهاش هست که سیم پیچی میشه داخل این شیارها توی بحث استاتور. این بحثی که به شما گفتم روتور قفس سنجابی، همونطور که تو اون عکسم نگاه کردی شیارها به صورت مورب هستن. برای ما کامنت کنید ببینید اینجا مشخصه که چه کسانی میدونن علت این که این شیارها به صورت مورب هستن علتش چیه. این مباحثی که خدمت شما گفتیم میام روی یک موتوری که به صورت برش خورده هست و تمام قطعات هستش براتون توضیح میدیم. در ادامه با ما باشین. یه الکتروپمپی هستش که از پهلو برش خورده. برای اینکه اجزای مختلف رو بهتر ببینید بیاید نزدیکتر. صفحاتی که بهتون نشون دادم تک تکا، این ضخامت قرمز رنگ که اینجا میبینید اون کل اون صفحات هستش. شیارها داخل اون قرار داره. سیم پیچ اومده رفته داخل این شیارها. با توجه به اینکه حالا دو قطب هست، چند قطب هستش و چند دور هستش، سیم پیچی فرق میکنه. حالا در مورد اون مباحث صحبت نمی‌کنیم. نخبندی هستش، کاغذ پیشمانایی که داخل شیارها قرار دارن، خود روتور همونطور که می‌بینید یه شفتی از ابتدا تا انتها، یعنی از قسمتی که پروانه برای خنک کردن نصب شده تا داخل خود پمپمون انتقال پیدا کرده. بولبرینگ جلو، بولبرینگ عقب، قالپاقمون می‌بینید با پیچ وقتی شما می‌خواید با این پیچو باز کنید قالپاقا جدا میشن. قالپاق عقب، قالپاق جلو و خود تخت کلم که سیم‌های پیشونی از داخل تخت کلم میان بیرون. چی رو می‌بینیم؟ داخل اینا می‌بینیم. این تخت کلمه، این باکسش هستش. 6 تا سیم میاد از پیشونی بیرون که ما با نحوه بستن این پلیت هایی که شما میبینید اینجا میتونیم اینو ستاره مثلث یا ستاره مثلث و انواع راه اندازی دیگه مثلا با اینورتر راه اندازیش کنیم. اینجا موتورهای مختلف دیگه هم میبینید. این موتور تک فاز هست. این موتور اکسپلوژن پروفمون هستش که ضد انفجار هست. این از لحاظ توانی با این موتور یکی هست، فقط به خاطر ساختنش که ضد انفجار هست، متریالش و ساختمانش ابعادش بسیار بزرگتر هست و حتی اگه میبینید نوع باکس تخت کلمش، گلندهاش فرق میکنه. فلنجی که توی عکس بهتون توضیح دادم این یه موتور فلنج داره، برعکس اینکه یک موتور پایه داره و پایه داره، این یک موتور فلنج داره، یعنی نصبش یا به صورت عموده یا از پهلو فرق نمیکنه. از این طریق روی گیر باکس نصب میشه، ولی این موتورها نه، به صورت پایه دارن و میتونن حالا بهشون پروانه نصب بشه، با تسمه وصل بشن یا مستقیم داخل گیر باکس بشن. این کل مبحث موتورها بود. این پلاکی که اینجا میبینید، حالا بعضی از موتورها پهلوشن بعضیاشون روشه، نوع پلاک مشخصات فنی موتور داخلشه که روی اونها هم با شما صحبت خواهیم کرد.